بیرون ماشین که هیچی، اگه وضعیت داخل ماشینمو ببینی وحشت میکنی. این ماشین منو از اول که گرفتم صفر کارخونه گارانتی داشت و اجازه نمیداد کفی سرتاسری بندازیم و این وضعیتی که گرفته البته خیلی هم کثیفه، اما این کفش کاملا از بین رفته و داره به آهنش میرسه دیگه. بهترین کار این از این کفوشه سرتاسری بندازی، هر چقدر هم کثیف بشه با دستمال پاک بشه. یادتون میدم به راحتی خودتون این کفی سرتاسری نصب کنید. اول از همه باید دو تا صندلی جلو رو باز کنیم که اول پیچای جلو رو کامل باز میکنیم، بعد صندلی تا ته میدیم جلو و میریم سراغ دو تا مهره از عقب داره که هر دو مهره ها و پیچ ها با بوکس 14 باز میشه و میتونید به همین راحتی صندلی رو جدا کنید. بعد با استفاده از این روشی که میگم اول سر صندلی رو بعد از در بدید بیرون و بعد انتهاش رو به این صورت بکشید و از کلا ماشین خارج کنید صندلی رو. خب بچه‌ها بریم. چقدر خوبه انگار سر لامبورگینی. علیکم کم خوب باشه. نه یواش. خب بعد از اینکه دو تا صندلی رو باز کردیم از ماشین خارج کردیم، این قسمت کنسول وسط دو تا پیچ داره که از این وسطش قسمت عقبی رو به جلویی وصل کرده. اینا رو باز میکنیم، بعد از اون فلاپ دور دستی رو به صورت فشاری در میاریم و کلیدای بالابر شیشه های عقب هست که این قسمت هم فشاری باز میشه و یه دونه پیچ هم داخلش داره. اون پیچ هم حتما باز کنید. سوکتش هم به راحتی جدا میکنیم تا این کنسول وسط رو بتونیم از وسط در بیاریم. خب بعد از اون سردنده رو جدا میکنیم، میذاریم تو داشبورد که گم نشه و این قسمت فلاپ رو میزنیم داخل کنسول و به این صورت با یه چرخش این کنسول وسط قسمت عقب رو در میاریم. قسمت جلوش هم که آزاد و راحت باز میشه. چقدر این قسمت کثیفه آقا. حالا کنسولا رو در میاریم و میشوریم، حسابی تمیزشون میکنیم با هر تمیز کننده که میخوایم، چون دیگه بعدن زیرش مخصوصا دسترسی نداریم و همچنین داخل ماشین رو کامل جارو برقی میکشیم که هیچ آشغال کثیفی نمونه. این قسمت هایی که دسترسی بعدن نداریم و دستمال میکشیم. حالا نوبت اینه که این فلاپ این قسمت هم بغل هم باز کنیم که اینم به صورت فشاری دو تا پیچ داره، از پایین پیچا رو باز می‌کنید و بعد فشاری درش میارید. خب این قسمت یه دونه پیچ این کمربند هم هست که اینم بعد باز کنید و در بیارید و بر روی روکش جدید بندازید. خب کفی رو کامل میاریم داخل. این قسمت نواره دور در رو هم باز می‌کنیم. زیرش همچین قطعه پلاستیکی هستش که با استفاده از بس وصل شده و شما میکنید و بساش هم جدا میکنید تا بزنید روی این کفی جدید. قسمت های اضافه رو با استفاده از تیغ کاتر میبریم. اول دقیق فیکس میزونش میکنیم و بعد میبریم. دقیقاً لبه ها رو کنار هم قرار میدیم و به همین شکلی که هست این زیوار رو میدیم داخل کفی و از بیرون پیچش میکنیم به صورتی که کامل فیکس بشه و دیگه تکون نخوره. نوارهایی که در آوردیم یه نریمادگی داره، اینا رو جا میزنیم و با فشار میزنیم روی همین لبه در و زیوار و به همین راحتی جا میخوره. بعد از اون باید بریم قسمت هایی که حالا خود کفی سوراخ نداره رو سوراخ کنیم، مخصوصا این لوله های صندلی عقب و همینطور کمربند های صندلی عقب که اول کمربند ها رو باز میکنیم با استفاده از آچار 19 مثل این کمربند بغل باز میشه، بعد جاشو در میاریم و روی کفی جدید میبندیمش. برای کمربندهای صندلی جلو هم دقیقاً به همین شکل روی کفی دوم سفتش میکنیم و این فلاپ هم که به صورت فشاری جا میزنیم. دو تا پیچ هم از پایین داشت که یادتون نره این دو تا پیچ هم ببندید. خب این قسمت نواره در هم به صورت فشاری روش جا میخوره. حالا برای اینکه کارمون تمیز در بیاد یه سری خط و خش ریز روی این قسمت کنسول وسط بود، اینا رو با استفاده از فندک میگیریم. اگه ریز باشه میره، اگه درشت باشه نمیره. حواستون باشه دست نکشید روش چون که خراب میشه. قسمت حالا فلاپ ستون داخلی هم میبینید که یادم خط و خش داشت و با فندک کلیش از بین رفت. خب حالا کنسولی که وسط داشتیم رو جا میزنیم و سر جاش قرار میدیم همینجوری که درش آوردیم. یه پیچ داخلش داشت، اینو میبندیم و بعد از اون میریم کلیدهای بالا بر شیشه های عقب هم همینطور فیشش رو وصل میکنیم و فشاری جا میزنیم. کنسول جلو هم یه دونه فیش داشت که قطع کردیم، اون فیش رو هم وصل میکنیم و کنسول جا میزنیم و به همون صورتی که باز کردیم پیچایی که از این بغل بود هم
میبندیم. دو تا خارم این بغل داره، یادتون نره اینا هم جا بزنید. گردگیره دنده هم عوض کردم و گردگیره اسپورتی که تو سایت داریم انداختم. ببین چی شد، به فقط مقایسه کنید با قبلش، چه افتضاحی بود. ببین چقدر تمیز شد و همینطوری هم تمیز میمونه چون رطوبت رو پایین انتقال نمیده، بو نمیگیره و با دستمال هم تمیز میشه. خب حالا وقتش رسید که این کفیای زیر پایی رو بندازم که مدلای سه بعدی است، ولی این مدلای موکتی رو من ترجیح میدم به علت اینکه یکی دوام بیشتری داره، یکی رخ قشنگتری داره و هم اینکه قابل شستشویه و بهتر میشه شستشوش داد و همین شکل رو حفظ میکنه. خب حالا میریم صندلی‌ها رو همون جوری که باز کردیم برعکسش جا بزنیم، یعنی آخرین بار پیچای عقب رو باز کردیم، الان میریم از پیچای عقب شروع میکنیم و ابتدا عقبی‌ها رو میبندیم، صندلی رو تا ته دوباره میدیم عقب و میایم پیچای جلو رو میبندیم. برای دو تا صندلی همه کار رو انجام میدیم. ببینید فقط کفیه چقدر خوشگل شده با روکش صندلی. این روکش صندلی‌ها رو به همراه این کفیه با رنگ دلخواهتون میتونید از سایت ما سفارش بدید. حالا میریم کنسول VIP که تو این ویدیو ساختم و جا میزنم. آقا مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید، امیدوارم خوشتون اومده باشه. لطفاً اگر که خوشتون اومد کانال منو ساب کنید، این ویدیو هم لایک کنید، یه حمایتی بشه. چاکرت. در ادامه هم یه سری قسمت‌های بیرونی ماشینم مثل این شارک سپرم کنده شده بود، شارک سپرمو جا زدم که قسمت‌های لکه‌گیری نیاز داشته و لکه‌گیری کردم که بیرون ماشین هم مثل داخلش قشنگ بشه.